دوستای محترم سلام. ویدیو امروز ما درباره رزش می باشه. شما این ویدیو را اگر با دقت بشنوین که فعلا این ویدیو بی‌نظیر می باشه در تمام اینترنت، به خاطر که ما تمام نقاط بسیار مهم را که در رزش رخ میده در ویدیو از الف تا یا بر شما میگم و شما این ویدیو را اگر با دقت بشنوین در رزش آینده تان از دردتان بسیار زیاد کاهش میابه و با آسانی رو تیر میکنین. دوستای محترم، مسابقه یک فرمول وجود داره. این فرمولی است که میگن رزش 3 روز میایه، 3 روز میباشه و 3 روز میره. یعنی 3 روز میایه، در 3 روز اول که میایه باید ویروس و میکروب تکثر کنه در بدن، انسان یک قسم کسل میباشه خودش و باز علائم در وجود خود میداشته باشه. این 3 روز اول بود در ابتدا، قدم اول. در قدم دوم دوستای محترم وقتی که رزش میایه، این 3 روز بعدیش است که در روز اول از این شما خود بسیار بد حس میکنین، باز علائم دارین، کامتان خارشت میکنه، از بینیتان او میره، از چشمایتان او میره، منتها به او وعد آخر شدید نمی باشه. این شب اول است. شب دوم رزش یا گریپ به اوج خود میرسه که بسیار آدم عذاب میده، تاو آدم میکنه دش و بعد از انسان استفراغ میکنه و امور که میگنشه که در تاو بگرشه که در مرگ روزی شوه. این نظر به درجه مقاومت بدن است که انسان در شو به اصطلاح دوزخ میبینه که شو دوم است. باز شو سوم است که در شو سوم رزش یک اندازه کم میشه، منتها مثل شب اول وره آدم تکلیف داره، خصوصا شو که پخته شوه انسان به سراغش یک اندازه تب دوباره میه، باز مشکل داره. خب اینال قدم دوم هم گذشت، یعنی 3 روز رزش یا مریضی گذشت. اینال 3 روز دیگه رزش کار داره که بیخ بره. هم فرمول سابقه را که گفتن 3 روز میایه، 3 روز میباشه و 3 روز میره. در 3 روز که میره دوستای محترم شما خوب شدین، منتها از بینی شما هنوز هم آب میایه یا که سینه شما را گرفته، سینه تان بلغم میایه، سلفه میکنین، اخصه میزنین، منتها دیگه تاو هم ندارین، علائم شدید استفراغ هم ندارین، خود کم انرژی اس میکنین. اینال در 3 روز که رفت بعد از گلوار خوب میشین. منتها در اینجا دوستای محترم در این فرمولی که گفتیم که رزش 3 روز میایه، 3 روز میباشه و 3 روز میره، در این بسیار فرق عظیم وجود داره. اول درباره شدتش صحبت میکنیم که شدتش مربوط به این میشه که بدن شما چقدر مقاومت داره. در کسایی که بسیار بدنشان قوی است، این رزش وقتی که میایه در 3 روز اول اونا نمیفهمن، 3 روز که در بدنشان میباشه حتی نمیفهمن، چون که علائم شدید مثل تب و استفراغ و سردردی و خارش بینی و گلونه ندارن، منتها یک اندازه کسل هستن. شما اگه ببینینشان ببینین که قدر خوش هم نیستن، یک پرموچ هستن، خودشان هم حتی نمیفهمن که رزش کردن. و این 3 روزه که باز بخصوص میره در او یک اندازه حالشان بهتر میشه. اینال نفر بسیار قوی بوده که قسم در این 9 روزه تیر کرده. یک نفر دیگر دوستای محترم ببینین که به درجه متوسط اینمی 9 روز که 3 روز رزش میه، 3 روز میباشه و 3 روز میره، در وجودش میگذره و به اندازه متوسط که از هم علائم میداشته باشه. و یک نفر بسیار شدید میگیره، شدید میگیره، خصوصا 3 روز اول که میایه. بعد از 3 روز اول وقتی که مرضی شروع میشه که شب اول داره و شب دوم قدر سرد از مریض به اندازه میکشه که بسیار برش مشکل میشه، تا کلگی ورخطا میشن. اینال شما دوستای محترم شدت رزش و شدت گریپ دیدین که در همه اشخاص همسان نمی باشه و قسم که در بارش تبلیغ میشه که یک مریضی بسیار خطرناک است. هر کسی که میگره بازنت تو میکنه گپ 100% از نظر فرمول طبی غلط است. این نظر به مقاومت بدن است که شما حالت رویتان چه قسم است، حالت جسمیتان چه قسم است و اینمی 3 روز آمدن و 3 روز ماندن رزش و 3 روز رفتن رزش
چه قسم میتونین در مقابلش بدنتان عکس العمل نشان بده. از شخص تا شخص دوستای محترم بسیاری متفاوت می باشه و شخصی که بدنش مریض می باشه یا شخصی که ضعیف می باشه بسیار این نوروز خراب تیر میکنه. یکی و یکی که آیا این رزش نوروز در آمدن و در بودن و در رفتن خود دوام میکنه یا ایسته که بیشتر دوام میکنه. این مربوط به این میشه که شما در این مدت 3 روز که میایه، 3 روز که میباشه، 3 روز که میره، تغذیه شما چه قسم است، استراحت شما چه قسم است. یا شما از اشخاص هستین که خدا قمچین کده میرین برزی که مثلا کار بیرون را انجام بتین، کمخو هستین، قهوه میخورین، با زوری قهوه خدا قمچین میکنین و کار بیرون پیش میبرین، استراحت نمیکنین و در این حال مثلا غذای بسیار اشتباهی را میخورین که غذای اشتباه در وجود شما ویروس میکروب تقویت میکنه. در این حساب این نوروز که در ابتدا گفتیم که 3 روز میه، 3 روز میباشه و 3 روز میره که نوروز شد. اینی نوروز شما میتونین که ضرب 2 کنین. یک نفر اگر به احتیاطی متوسط میکنه در اینجا، یعنی 1 9 9 2 9 18 1 6 8 6 12 3 6 18 3 هفته دوام میکنه رزش یا گریپ از قسم آدم ها. دوستای محترم بازی رو میتونین یک دفعه دیگه هم ضرب کنین. از کسایی که فوق‌العاده بدنشون ضعیف شده و اونا استراحت نمیکنن، وی میتونه که یک دفعه دیگه هم ضرب بخوره. 1 9 9 2 9 18 3 9 27 و از اشخاص هست حتی دیرتر دوام میکنه. 6 هفته اینا مریض هستن، بیال هستن، از بینیشان او میره، بیادر هیچ رزشون خوب نمیشه. خب خودت اشتباه میکنی که رزشت خوب نمیشه. در اینجا بوره میخوری، کیک میخوری، کلچه میخوری، کار میری و استراحت نکدی خودت که اینمی نوروز به شکل طبیعی سر خودت چی کنه بگذره. اینال دوستای محترم میم سر علائم رزش. ببینین وقتی که علائم رزش در بدن شما میایه، یک چیز شما از این ویدیو امروز ما باید همیشه ایره فراموش نکنین. یک گپ بسیار تداویسته که به شکل فرمول طبیعی گپ ما بر شما میزنم. شما هر کاری که کنین دوستای محترم در این 3 روزه که رزش میایه و 3 روزه که میباشه و 3 روزه که میره، شما در اینجا نمیتونین که کدام کار دیگه کنین. اگر بدن قوی باشه گفتیم که علائم بسیار ضعیف می باشه، منتها شما رزش نمیتونین که توسط انتیبیوتیک، توسط اویل، شربت اویل و توسط دوای دیگه که برای بینی و بر شش میخورین از بین ببرین. شما چی میکنین دوستای محترم؟ فقط توسط ذکرها که شما انتیبیوتیک میگیرین علائم برطرف میکنین. حالا ببینین مثلا فکر کنین یک نفر احمد مریض میشه و در مرحله دوم که رزش 3 روز است که شب اول و دوم و سوم داره، علائم بسیار در وجودش به شکل قوی ظهور میکنه، این میگره انتیبیوتیک میخوره و از دوای دیگه میخوره. اینالی علائم چی کرد؟ علائم زیر زد، علائم برطرف کرد. علائم که برطرف کردین، احمد وقتی که سرش درد نکنه، جانش درد نکنه، گلونش مثلا خارش نکنه، از بینیش او نره، این خوب نشده، در حالی که این علائم در وجود خود توسط دوا برطرف کرده. این حال قسم یک احمد چی میکنه؟ احمد از جای خود بلند میشه، با سپورت خود ادامه میده، همه قسم بدن خود قمچین میکرده، میشه در کار در او ادامه میده، استراحت نمیکنه و به این شکل رزش بسیار دوامدار در وجودش میمانه دوستای محترم. در حالی که احمد وقتی که جانش درد میکنه دوستای محترم، جان دردی رزشی تکلیف ها که از بینی خارشت میکنه، کام خارشت میکنه، یک اندازه بسیار زیاد از این برزیسته که بدن میخواه شما را استراحت بده. یعنی نمیخواه اگر شما خود بسیار خوب و عادی اس کنین، شما میرین در بیرون کار میکنین، خود سپورت میکنین، استراحت نمیکنین، امی انرژی را که بدن ضرورت داره که همراه رزش مقابله کنه، شما ایره به شکل عادی خرج میکنین و چون بدن ایره نمیخواه، از او خاطر در شما علائم ظهور میکنه که شما بفتین استراحت کنین. شما چی میکنین؟ شما انتیبیوتیک میخورین، شربت اویل میخورین
و به مو کار شاقیتان به مو شکل ادامه میتین، استراحت هم نمیکنین، پریز هم نمیکنین، اما غذای سابقه رو میخورین، بوره و گت میکنین، در قهوهتان میخورین، کیک میخورین، کافی میخورین، تمام از چیزها رو میخورین و رزش شما بسیار دیر دوام میباشه دوستای محترم. اینال دوستای محترم سر از این میم سر علائم رزش در روز سوم که تب می باشه، استفراغ می باشه. اینجا هم دوستای محترم لطفاً بسیار توجه کنند در این گپ که از نظر طبی استفراغ و تب اینا دشمن شما نیستن، بلکه تب اصلی طبیعی بدن است که میکروب و ویروس از خود دور می سازه. من اینجا یک مثال میتونم. دوستای محترم از 41 درجه وقتی که حرارت بالا بره، اتر پروتین نیست که او پروتین دالمونی دیناتوریرن میگن، یعنی از بین میره. خود این پروتین از بین میره وقتی که حرارت از این می بالا میره 41 درجه وقتی که در بالا بره حرارت. و در اینجا دوستای محترم تب وقتی که مثلا بالا میره، چون میکروب خودش از چیست؟ از پروتین است. وقتی که تب از حالت عادی مثلا 38 درجه میشه، نظر به اینکه چقدر مثلا بیماری شدید است، یا 39 درجه میشه، بدن به اون اندازه مقاومتش هم بالا میره. در درجه تب که در بدن شما افزوده میشه، به اون شکل بدن مقاومتش دو چند میشه. یک دوست بود درباره زلزله صحبت کرد، گفت که در درجه زلزله به یک اندازه زیاد، گفت که چی میشه، چند میشه. مثلا تب شما اگه 38 درجه باشه، دو چند بدن شما مقاومت میکنه. بازی به 39 که میرسه، بازی به دو چند که بودی باز ضرب دو میشه و به این شکل بدن بسیار مقاومتش در تب بالا میره و یا حرارت که هست که شما را عذاب میکنه. این حرارت در عین دوستای محترم میکروبا را و ویروسیا را نابود میکنه در وجود شما. اینال اگر در خانه شما یک نفر دزد بیایه و شما در دستتان یک اسلحه را بگیرین که از خود دفاع کنین، اینال اگر من بیایم خب من تو نمیکنم که اصلی دست شما را از پیشتان پس کنم، دوست سر شما زور میشه، دست پایتان را بسته میکنه، مالای خانه تان را دوزی میکنه. درست؟ دوستای محترم، تب اصلی طبیعی بدن است. انسانی که تب میکنه اگر مشکلات طبی نداشته باشه، یا مثل باز کسا هستن تحمل تب نداره، نه قدر ضعیف میباشن و حسابشان جداست، استثناء میباشه. دولت عادی دوستای محترم انداختن تب امرای دوای تب یک خطای بسیار عظیم میباشه و کمک امرای ویروس و میکروب میباشه. اونا بسیار خوب میتونن نشو و نما میکنن، حتی شاید بر شما یک کارت هم نوشته کنن، تشکر کنن از پیشتان که تشکر، خود تب امرای دوای تب انداختی، ما میتونیم بسیار خوب نشو و نما کنیم. دوستای محترم، دوای تب خیلی چرا اختراع شده؟ دوای تب بر از اختراع شده که شما تب بدنتان باید نگذارین که از 41 درجه بالا بره. تب که به 40 درجه رسید، باید سر از نفر یک نفر بشنه، پیره بته، تربند کنه پیشانیش، تبش ببینه به صفت نرس و نگذاره که از 40 درجه بالا بره، برای اینکه میتونه آسیب مغزی بر شما بزنه. ما گفتیم که پروتین از بین میره، که میکروب باشه یا سلول بدن شما باشه، وقتی که تب از 41 درجه بالا بره انسان نابود میشه و حتی در 40 درجه بر باز کسا که برسه میتونه که مغزشان سلولش قسم خراب کنه که اونا حافظه همه چیز خود از دست بتن. از او خاطر طبعا باید ما نگذاریم که بالا بره توسط تربند و توسط یک نفر که بالای نفر مریض مشنه پیره میده در شب دوم مریضی. و اگر میبینین که مثلا تب از 40 آهسته بالا میره، شما باید برای دکتر مربوط زنگ بزنین و اگر دوای زده تب دارین بر مریض بتین که تب از او باید بالا نره. منتها در تبای عادی اصلا اگر خود مریض مشکلات جدی نمی داشته باشه همراه تب، شما باید تب از او را بانین که بدن از خود دفاع کنه در مقابل میکروب. بعد از او گلوار خوب میشین. و علائم دوم بدن دوستای محترم در روز دوم مریضی که بسیار شدید میباشه چیست؟ استفراغ میباشه.
و در استفراغ هم چی میکنن؟ دوای استفراغ پشت در قرن ما کسته دوستای محترم دارو یکی داروست که بر صحت به کار میه، یکی داروست که تجارت میشه سرش و دارویی که سرش تجارت میشه باید از او زیاد خورده شوه، ازش زیاد استفاده شوه. حالا خودت که استفراغ میکنی این دوست بدن خودت است که میده تیزاب یعنی اسید خود پر میکنه و یک نوع شستشوی میده است، مثلا بینی خودت که سر میکنه، این سر کردن بینی خودت توسط اخسه توسط آب بینی بدن میکروب و ویروس از خود دور میکنه. یک نوع شستشوی بدن است دوستای محترم. اینال خودت وقتی که استفراغ میکنی، اگر دوای استفراغ میگیری، میدید خودش شستشو کده نمیتونه، بدنت نمیتونه که مواد کثافات و بدنت نمیتونه که میکروب و تمام چیزایی که درش جمع شده از این طریق خارج کنه. از او خاطر رزش مریضی خودت میتونه بسیار شدت بیافه و حتی در آینده میتونه بسیار مشکلات دیگه برای خودت بار بیاره. از او خاطر استفراغ بسیار یک چیز طبیعی است دوستای محترم. الان شما شاید بگوین که خو خیلی دوای استفراغ برای چی اختراع کردن؟ دوای استفراغ دوستای محترم برای است که یک نفر اگر بسیار استفراغ کنه پایم، یعنی عضلات درد میگیره، میده درد میگیره، حتی میتونه کام و حلق پاره شوه از داخل و در اوجه ما نمیتونیم که در اینجا مزاح کنیم بگویم که خو خیر است بانش که استفراغ کنه. اگر عضلات میدهش مثلا اوگار شده یا مثلا کامش پاره شده میتونه آدم خون ریزی کنه. در اوجه بر مریض دوای استفراغ داده میشه که استفراغش گیر کنه. این چیزای استثناست دوستای محترم. یا این که از بینی شما آب سر میکنه، یا هم خودش بسیار مفید است بر بدن شما، بدن خودش شستشو میکنه. تمام از این حرفایی را که من میزنم دوستای محترم از تحقیقات جدید طب میباشه. در قرن گذشته طب یک سلسله حرفای غلط در این باره میزد که اونا اصلاح کردن این حرفای خدا و در ویدیوهای سابقه که شما میبینین امروز و نظرات همگیش تغییر کرده. شما وقتی که در بینیتان از مواد استفاده میکنین که دیگه بینی شما کشال نشه یا آب بینی شما جاری نشه، ایره تنها در وقت انجام میتین. باز وقتا دوستای محترم غدوات بینی اینقدر اینا آب ترشح میکنن که این قسمت ها رو درد میگیره، حتی سر درد میگیره. مریض بسیار مانده میشه، خصوصا پیر که باشه یا ناتوان که باشه. در اوج استثناء آدم از قطرات که در بینی میپرته جلوگیری میکنه توسط زیک وقتی که غدوات مانده میباشه، وقتی که آب بینی از طریق وقتی که آدم خواب باشه بسیار سر کنه از این طریق پایین میره، قسمت های گلون هم میتونه که التهاب بسیار شدید بگیره. و در اینجا دوستای محترم توسط قطره چکانای بینی از آب بینی جلوگیری میشه. منتهای بر از این نیست که خودت رزش کردی والا بیادر از بینی معاو میره، بیا تو که در بینی خود قطره چکان پرتیم که می رزش ما خوب شه و رزش خودت خوب نمیشه. و رزش هنمه قسم که 3 روز میایه، 3 روز میباشه، 3 روز میره در وجود خودت میباشه. خودت یک علائم بدن که از او برطرف میکنی که یا هم بر شستشوست که بدن خود پاک میکنه. الان خودت این مجرا را که بسته کردی، خب بدن نمیتونه که از خود مواد خلطا را دفع کنه، بلغم دفع کنه. خودت در پای خود چی کردی؟ تیشه زدی دوست محترم. و این دوای مسکنه هم خودت که میخوری که جانت بسیار درد میکنه، جان دردی اگه به یک درجه میرسیده باشه که خودت حتی گریه میکنی، بله کسایی هستن که در ازش گریه میکنن از جان دردی زیاد، خب بسیار کشوه مثلا بر خودت میتونه کمک کنه به مقدار کم. منطقه خوردن از این که مثلا خودت خوب است کنی و بعد از باز بری بدپریزی کنی و در کار شاقه گت شوی و استراحت نکنی، این بسیار خطر مرگ عادت چی میکنه بالا میبره. دوستای محترم شما باور کنین در سال 2014 یکی از خویشاوندان ما دکتر بود و این بیچاره معاینه خانه داشت و اینا وقتی که رزش کردن فکر کردن که معاینه خانه خود اگه ما مثلا واز نکنیم مریضا چطور میشن و به حساب آدم بسیار پرمسئولیت بودن. اینا انتیبیوتیک و دوا و چیزا گرفتن که علائم برطرف میکنه و اینا کار خود رفتن انجام دادن. و این مثال یک مثال استثناء نیست، 100 نفر به این شکل از بین رفتن و بعد از او بیچاره شفاخانه بردن، ضعف کرد و در موجب فوت کرد. و بسیاری کسا به این شکل چی میکنن؟ از بین میرن. رزش میتونه مرگ آور باشه.
در صورت که انسان استراحت نکنه. ورزش یک چیز میتونه باشه دوستای محترم که شما برش خوش آمدی میتونین بگوین. ورزش اینمی که اگر 3 روز میآید 3 روز میباشه و 3 روز میره، شما تغذیه‌تان درست باشه، شما پرهیز کنین، شما استراحت کنین، شاید شما باید به ورزش خوش آمد بگوین باعث یک میمان. چرا؟ به خاطر که در وقت که شما ورزش میکنین، در روز اول و روز دوم و روز سومش که شدت میداشته باشه، در روز دوم این تب را که شما میکنین، توسط از تب نه تنها ورزش از بین میره یا کم میشه، بلکه سلول سرطانی بدن، کثافات که در بدن جمع شده، مریضی هایی که به شکل ناگاه در بدن میخواین تکثر کنن، تمام از اونا چی میشن؟ نابود میشن. مثل که مثلا در خانه شما مادر کیک زندگی میکنه، کانگوزک زندگی میکنه، اونا پت هستن، جولوگکا زندگی میکنه، اونا پت هستن، شما او رو دیده نمیتونین. منتها در خانه شما مثلا یک حشره دیگه پیدا میشه که شما او رو به چشم دیده میتونین. اینا شما دواپاشی که میکنین، تنها او حشره را که شما به چشم میبینین، تنها او نابود نمیشه، بلکه تمام حشرات دیگه که در زیر چوکی و هر جای خانه کرده بودن، اونا هم نابود میشن. یعنی تب را که شما در ورزش میکنین، این تنها بر ضد ورزش نیست، بلکه تمام چیزها یا مریضی‌هایی که به شکل ناگاه در سلول شما پیدا شده بود، اونا رو شما که دیده هم نمیتونین، اونا تکثر کرده نمیتونن، در تب اونا همشان از بین میرن. و فرمول طبی نشان میده دوستای محترم، کسایی که زیاد تب میکنن از کسایی هستند که در وجودشان سرطان ها بسیار زیاد کم دیده شده. و از این حساب دوستای محترم، ورزش آدم میتونه خوش آمد بگویه. خوش آمد یعنی مثلا وقتی که شما ورزش میکنین، اگه استراحت کنین، پرهیزتان درست باشه، اصلا جای تشویش نیست، بدون تشویش میتونین تیر کنین. در حال که اگه استراحت نکنین و پرهیز نکنین، میتونه یک چیز مرگبار باشه که شما توسط غذای اشتباه برای ویروس و میکروب شما چی کنین؟ غذا بتین دوستای محترم. اینال میایم دوستای محترم سر تغذیه ورزش. در وقتی که شما مثلا بیمار هستین، من میبینم که افغانا یا در کلچرهای متفاوت جهان اینا چی میکنن؟ یخنی مرغ پخته میکنن. اینال ما بر شما بگویم که یخنی مرغ نخورین، در وقت ورزش گوشت نخورین، شما بسیار تعجب میکنین. و بیادر ما خواه از سابقه میفهمیدیم وقتی که ورزش کردی یخنی مرغ بخور. دوستای محترم، میگه اینقدر غلط است، اینقدر غلط است مثل که در پای اسب میخ بره. شما این میخ به عوض که از پای اسب بکشین، یک چکش بگیرین، در فرق قضیه بزنین که میخ دگام در پای اسب داخل شوه، یخنی خوردن در وقت گریپ و ورزش اینمی مانا را میده. شما ببینید دوستای محترم، در لابراتورها وقتی که طبیبا میخواین که نوع میکروب و ویروس اینا کشت کنن، میفهمین سر چی کشت میکنن؟ سر پروتین حیوانی کشت میکنن، سر گوشت خوک، سر گوشت مرغ. اینا بسیار خوب در وقت تکثر میکنن سر پروتین حیوانی در لابراتورها کشت شود. و یکی از شناختهای بزرگ علمی امروز این باشه که وقتی که شما در وقت ورزش پروتین حیوانی میخورین و گوشت میخورین، شوروا میخورین، یخنی میخورین یا تخم مرغ، اینا برای ورزش شما اق کمک میکنه که همین میکروب و ویروسی که در وجود شما آمده اینا بسیار فوق العاده شدید شوند. اینا خب چی میکنن؟ مثلا از غذایشان است، یا شما بوره میخورین در وقت ورزش، اینا بسیار قوی میشن. اینا ورزش که آمده که 3 روزه، 3 روز میایه، 3 روز میباشه و 3 روز میره، 9 روز. اینمی و غیر از این که مدتش طولانی میشه که ضرب میشه، ضرب 1 و ضرب 2 میشه که تا 2 هفته و 3 هفته و 6 هفته در وجود شما دوام میکنه. به غیر از شدتش هم زیاد میشه، به خاطر که میکروبا و ویروس ها توسط از یخنی مرغ و پروتین حیوانی رو که شما میخورین بسیار فوق العاده میتونن که تکثر همونطور قوی کنن. در وقت ورزش شاید شما بگوین که ما چی بخوریم؟ دوستای محترم، وقت ورزش وقت می باشه خصوصا روز اول، دوم، سوم که دل شما هیچ غذا نمیشه. بدن انرژی را که برای هضم غذا ضرورت داره و نمیتونه،
او را پسنداز میکنه برای مقاومت در مقابل مریضی. از خاطر شما هیچ اشتیا ندارین در وقت مریضی. مگم شما چی میکنین؟ شما میگیرین بزور غذا میخورین و بچه بر از یک یخنی خوب پخته کو وزو نه دلم نمیشه. نه دیگه بگی تو که مریض هستین یخنیگه که مرغ شب کو و نه دیگه بیادر رو تو نکو هم نانکم بخو. این او بچه بگی برزیم یک کمک برام پرتو هم چای هم بگی بخو باز یک تو تگه کیک هم می باشه همیگه کم نمیخوری همی رو هم بخو که انرژی بگیری. کل از این غذا دوستای محترم در دست میکروب و ویروس مفته. بدن او را هضم کرده نمیتونه، او را پس استفراغ میکنین، او را نمیتونین هضم کنین و اگر تیر هم شود در روده پروتین و بوره و تمام چیزای در دست میکروب و ویروس مفته. شدت مریضی شما بسیار بالا میشه و طول مریضی شما هم بسیار زیاد دوام میکنه. شما کار را که میخواستین که کنین که ایره بخورین قوت بگیرین، شما توسط از کارهای اشتباه از نظر فرمول طبی امروز شما مدت رزشتان هم درست ساختین، شما در عین حال شدت رزشتان هم قوی ساختین که از کارهای اشتباهی که کردین. از اون خاطر دوستای محترم شما ببینید مثلا یک مادر پیر یا کاکای پیر در خانه رزش گرفته، او بیچاره نان دلش نمیشه، بچه از سر کار میه از رواداری از عروس خانه پرسان میکنه او خانم برازم بابایم نان ندادی یا آقایم بیچاره برش چیز نبردی؟ نه والا آقایم یا کاکایم میگه که من نمیخورم اشتیا ندارم. بزرگ میرن تخته میکنن در دانش. دوستای محترم به لغت آمیانه برتان بگویم که درست بفهمین، اون نمیخوره در دانش میرن تخته میکنن. یعنی من یک شخص بزرگوار در سابق زندگی میکرد، قصه از این قسم است که این در حالت مرگ بیچاره در حالت جان کندن و هیچ غذا دلش نمیشه، بدنش در مبارزه همراه مریضی است. در دانشی رفتن شوروا و گوشت و چیزها را تخته کردن باش تو که بخوره که خوب شوه. 1 ساعت یا 2 ساعت بعدش فکر میکنم قسمتون است که بیچاره جای به جای شد. شما رواداری بر بوبو، بر کاکاو، بر نانا و بر ازیا نمیکنین وقتی که در دان از اینا در وقتی که اشتیا ندارن غذا میتین. دوستای محترم اینا وقتی که غذا نمیخورن اینا رو بانین. شما حیوانات خانگی داشتین، ولی مثلا مرغا رو ببینین وقتی که مریض باشن سرک سیخ میشنن هیچ چیز نمیخورن، یا از حیوانات دیگه همچنان هیچ چیز نمیخورن. انسان استثنا نیست، انسان بیمار که باشه هیچ چیز نمیخوره. وقتی که باز انسان دوباره شفا میافت تاو پایین میه یک دفعه دل شما یک چیز میشه که شما میخواین یک چیز عوضتان میکنه که غذا را زیر زمین هم باید بر مریض شما پیدا کنین. وقتی که دل از او میشه و غذا را میخوره پیش از او دلش غذا نمیشه. و این بود دوستای محترم درباره غذا خوردن در وقت رزش و این استراحت نکردن خود درباره‌اش صحبت کردیم دوستای محترم. و حال در سر از این میخوایم صحبت کنم که آدم چه قسم کنه که مثلا رزش آدم نگیره و اگه آدم گرفت قسم بگیره باز که اساس که چینیم 3 روز آمدن رزش، 3 روز بودن رزش و 3 روز رفتن رزش در وجودشان معلوم نمیشه، چون علائم بسیار قوی در وجودشان ظهور نمیکنه. اینا اصلا آدم درست میبینه کسل هستن، شاید مریض باشن شاید نباشن. شما بدنتان رو باید تقویت کنین توسط سپورت. بدن شما اگه فوق العاده قوی میباشه و بدن شما استراحت میکرده باشه، از کسایی نیستین که همیشه بیدارخوی کشتین، بدنتان مثل غلام امروی قمچین پیش بردین، بزو بیچاره خودل شده خب بسیار طبیعی است. گوره گرفتین امروی قهوه و کافی و چیزا خوردین توسط از او کار دانه پیش بردین. یک قسم یک بدن دوستای محترم از بدنای می باشه که ذخیره طبیعی قوی خود نابود ساخته. شما دوستای محترم ببینین انسان ها مثلا از نظر مادی میتونن که ذخایر داشته باشن. به می شکل بدن انسان یک ذخیره داره، او ذخیره خود دوستای محترم بدن انسان خرج نمیکنه، او رو نگه میداره. اینا مثلا خودت که مانده میشی بدن سر خودت یک حالت خوابالود میاره، خودت بری خو کنی توسط خو کردن خودت دوباره قوی شوی، یا خودت گرسنه که میشی باید خودت غذا بخوری که دوباره انرژی بگیری. اینا خودت که خو نکدی کم خو هستی
انال صبحش میری کار میکنی، کار شاقه را پیش میبری و قهوه میخوری. قهوه دوستای محترم بر خود بر شما انرژی نمیده. قهوه بر شما کمک میکنه که از ذخایر بدن سوء استفاده کنین. دولت عادی شما اگر بیمار میباشین یا شما اگر کمخو میباشین، چشمتان پت میشه، بدن خودش به شکل خودکار سر شما خو میاره و شما رو خو میبره، به خاطر که ذخیره طبیعی بدن شما مصرف نشه. اینا رو خودت قهوه میخوری، این سیستم دفاعی بدنه که سر خودت خو میاره که ذخیره بدن خودت ضایع نشه. خودت این امروز قهوه خونسا میکنی. وقتی که خونسا کردی از ذخایر بدنت خودت سوء استفاده میکنی بر کار شاقه و یک روز میرسه که در بدن خودت این ذخایر یعنی ذخیره طبیعی خودت تمام میشده باشه، خودت هیچ نوع پسنداز انرژی دیگه در بدن نمیداشته باشی. در او وقت اگر خودت سرطان بگیره، رزش بگیره، هر مریضی که بگیره بر خودت مرگاور میباشه. به خاطر که انسان دوستای محترم در هر مریضی که میشه یک اندازه ذخیره طبیعی در وجود خود ضرورت میداشته باشه. اون موست که مثلا در وقت رزش شما غذا نمیخورین، از ذخیره طبیعی استفاده میکنین، در مقابل رزش و میکروب و ویروس جنگ میکنه بدن شما. این ذخیره طبیعی است. اینا خودت که نداشته باشی، در وقت مریضی غذا هم نخوری، خودت از چی استفاده میکنی که در مقابل رزش یا در مقابل یک مریضی دیگه باشه که با سراغتان به جنگ کنی؟ او کشنده تمام میشه برای قسم اشخاص، برای که اینا در وجود خود تمام ذخایر که بوده کلش توسط قهوه ازش سوء استفاده کردن و همگیش مصرف کردن. یک نفر میبینین که یک دفعه جور و پاکیزه افتید مرد و بداری چی شد؟ خوبی خوب و پاکیزه بود. این نفر تمام قوه بدن خود که باید ذخیره می داشته که از نموت کارا استراحت نکرده و قهوه خورده همگیشه ایره دست داده. اون موست که یک مشکل بسیار جزئی میتونه که باعث مرگ شوه. از او خاطر دوستای محترم ذخیره در بدن داشتن یعنی قوی بودن است. کسی که همیشه سپورت کرده، خو خود منظم کرده، غذای خود قسم خورده که برای بدنش غذا مفید بوده، یا از کسایی هستند که رزش بسیار با آسانی تیر میکنن و از کسایی هستند که مریضی های دیگر هم با بسازت آسانی تیر میکنن. در حال بر کسی که بدنش ذخیره نداره و شخص ضعیف است، برای او میتونه بسیار با سادگی مرگبار باشه. از او خاطر دوستای محترم لطفاً ایره همیشه در ذهنتان بگیرین وقت رزش وقت از این نیست که آدم بره مثلا بتپه و ورزش کنه. اینجا باز دوستایی هستن که مثلا سیاست کردن و این گپشان در سیاست درست است، ما مبارزه کردم، ما بیماری را شکست دادم. نه دوست محترم، خودت بیماری را هرگز شکست داده نمیتونی. ما امی طبقه مذکر مکس به قسم حرفا عادت کردیم که ما مبارز و در سیاست شما اگر فکر کردین در رزش کار نمیکنه. دوستای محترم، ما امروز رزش مبارزه کردم. خودت از که رزش نمیتونی مبارزه کنی، خودت فقط میتونی استراحت کنی و قوه دفاعی بدن است که امروز رزش مبارزه میکنه و خودت زود ساعت میافی. یک قسم کارات والا رزش داشتم، باز کار رفتم، کار شاقه را پیش بردم، باز ویدیو درست کردم. ما خود اگر مبارز هستیم امروز رزش مبارزه میکنیم، سرد خودت هم میتونه به مرگ بکشه. باز هموست که جارم میگره و صدا میشنه و باز یک نفر میبینه که شدت رزش قدر زیاد میباشه سرش که مثلا 2 هفته 3 هفته بیخ میره، 2 هفته 3 هفته اید نمیباشه، نمیتونه که باز کارا رو انجام بده. یا کسایی هستن که فکر میکنن که امروز رزش میتونه در مبارزه کنه، والا فلانی رو ببین از روشای خود هیچ استراحت نمیکنه، میتپه. خوب کسایی هستن که بسیار در سن جوانی میمرن، عمر خود کوتاه میسازن. دوستای محترم، در این باره چیزای بسیار اساسی رو گفتم. اگر بسیار دیر در این باره گپ بزنم در جزئیاتش وارد شم ویدیو بسیار دراز میشه. یعنی 35 دقیقه شد. شما اگر میاره در حافظه‌تان درست بسپارین و چون ویدیو دراز است یک دفعه دیگه ای را هم ببینین که گپای کلیدی در ذهن شما باقی بانه. دفعه دوم دفعه آینده شما با آسانی رزش نمیکنین و اگر رزش هم کنین اینمی سیستم عادی رزش سر شما تطبیق میشه که 3 روز میه 3 روز میباشه و 3 روز میره
و شدت از اینکه چقدر می باشه در وجودتان که شما ای را میبینین که آمده یا حتی ایت براتون معلوم نمیشه. این میام مربوط میشه به گپای زی ویدیو که شما چقدر این گپای زی ویدیو رو در زندگیتان عملی میکنین. در غیر از او دوستای محترم تمام چیز خراب میشه. لطفاً به این ویدیو زیاد توجه کنین و امروز دوستایتان هم در این باره صحبت کنین، به خاطر از اینکه تمام مسائل کلیدی را از الف تا یا ما در این ویدیو براتون گفتیم. فعلا خود این ویدیو را که ما اینجا ثبت کردیم در تمام حرفایی که زدیم بی‌نظیر می باشه. شاید بعد از این ویدیوهای درست کنن که تمام گپایی که در این ویدیو هست باشه، منتها فعلا وجود نداره، از خاطر را درست کردیم. تشکر از توجه شما دوستای محترم.